این دکمه روشن و خاموش، اینو یه تک بزنی روشن میشه، 3 ثانیه نگهداری خاموش میشه. برنامه ها با این ولومی انتخاب میکنی: کتان، ملافه، پرده. این یکی شستشوی 15 دقیقه، شستشوی محفظه لباسشویی. روی این حالت 6 ماهی یه بار میذاری، پودر جرمگیر میریزی، میذاری خودشو بشوره. الیاف مصنوعی یا پلاستیکی، لباسای تیره یا مشکی، شستشوی با بخار. روی این حالت آخر کار صبر میکنی تا خودش درو باز کن. این یکی شستشوی شبانه یا همون شستشوی آرام، جین یا همون لی. این یکی شستشوی بهینه هست، شستشوی 1 ساعته. این یکی ضد لک، آبکشی و خشک کردن، کتان کم مصرف. برنامه تو حالت عادی انتخاب کردی، دکمه استارت رو میزن. یه برنامه خوش کنم داره، خاموش میکنی. روشن کردی، این دکمه استارت و اسپین رو میزنی، میاد رو حالت خوش کن. تو این حالت تخلیه میکنه و بعدم خوش میکنه. خب این یکی تایم تأخیره، مثلا میخوای 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت دیگه شروع کنه به کار کردن. برنامه تو میدی، تایم رو میدی، استارت رو میزنی. این الان بعد 6 ساعت شروع میکنه به کار. این یکی پیش شستشو یا دوبار شوره، اینو فعال کردی، تو این قسمت کوچیکه جا پودری هم پودر میریزی. این یکی آبکشی اضافه یا اسلامی. این یکی اتو کشی آسانه، میتونی هر ستارم با هم فعال کنی. 3 ثانیه نگهداری، پمپ آبپاش و حبابسازش خاموش میشه. 3 ثانیه باز نگهداری، روشن. دمای آب 95، اینجوری با آب سرد میشوره روی کود. 30 تا 95 درجه میتونی بهش دما بدی. دور خشک کن 1400، اینجوری باشه خشک نمیکنه، تخلیه هم نمیکنه، لباس با آب برمی‌داری. 400 تا 1400 دور خشک کن. این یکی هم آب کشی، تعداد آب کشی ها رو میتونی با این انتخاب کنی. 3 ثانیه اینو نگهداری، قفل کودکش فعال میشه. اینو 3 ثانیه نگهداری، این علامت وای فای اینجا الان چشمک میزنه، میتونی وصلش کنی، میتونی خاموشش کنی. الان توی این حالت باشه، اینو نگهداری خاموش میشه. توی این حالت بذاری میتونی کانکتش کنی برنامه اسمارت. الان نمیخوای یا مثلا هر کاری، اینو نگه میداری رو آف، خاموش میشه. این است. خب این از برنامه ها. این تغییراتی هم که اینجا دادی با این دکمه اینجا میتونی ذخیره کنی، بهش میگن برنامه مورد علاقه. خب جا پودری، اینو فشار میدی میکشی بیرون، در میاد، پودر استفاده میکنی. این بالا باشه، مایع لباسشویی پایین، پودر بالا، مایع پایین. اینجا مایع نرم کننده داخلش ذره آب میمونه. اینجا هم پیش شستشو رو فعال کردی، توی این کوچیک هم پودر میریزی، داخل اینم پودر میریزی. داخل لباسشویی اینجا هر بار شستشو تمیزش کن که سیاه نشه لاستیک. خب داخل لباس، داخلش لباس تا همینجا، کمتر نمیریزی، بیشترم نمیریزی. پس وزن لباس یا 4 انگشت بالا یا برابر این خط اینجا، خط روی. یه فیلتر تخلیه هم داره اینجا، این پایین، هر 2-3 ماه یه بار باز میکنی، تمیزش میکنی. داخل یه پارچاب بریز، اگه آشغال چیزی هم هست داخل بیاد بیرون. این است. خب برنامه تو انتخاب میکنی، حالا مثلا اینجا این انتخاب میکنی، در قفل بشه، این علامت قفل میاد، تو هر مرحله هم باشه اینجا چشمک میزنه. قبل از این پیش شستشو آبکشی خوش کرد. تمام. اوکی.